کشیدگی باشی خداوند و تو فعل این مسجد این خدیه این قشلاق را خداوند خودت آباد بگردانی فیض و برکات الهی خداوند خودت درار نداری محبت همین مسجد در قوم تمامی روی دنیا خداوند میشه محبت الهی اندازه سالهای بسیار بسیار در اینجا امر معروف نهی از منکر قوم و جمعیت برای راست هدایت کردن این داملایی که در اینجا خدمت دارن خداوند زبانی بالا علم لدنی خوب و حاصل پیدا نمای پروردگار آنانی که در اینجا خدا دیگر مملکت‌ها میولن کنن خداوند در امراش در رزقاش در خداوند خاندانشو الهی خودت برکات عطا سالهای بسیار بسیار همین خانه خودت ما را الهی جید آمده الله اکبر رحمت داملای محترم در مسجد پیغمبری بزرگوار چی میگن و اذا رأیتم رجولا لیعتاد المسجد فشهد وله بالایمان پیغمبر شما میبینید یک مرد که دائم طرف مسجد میرود دائم 5 وقت نماز در مسجد میخواند دائم برای آبادی مسجد چیکار کرده است کمر همت بستگی است میراد میروید تازه میکند این ثوابش لک است گفتم تازه کردن این مسجد آباد کردن این مسجد زیری همین بدراید یا که پول صرف میکنن برای آبادی مسجد و این دفتر پیغمبر بشارتی بر ایمان که چونکه خدا در بارا گفت که انما یأمر مساجد الله من آمن بالله که مسجد عبارت میکنن کسانی که ایمانی به خدا دارن موافق این حدیث است. این حدیث موافق همین دلالت میکند که ما شما باید چیکار کنیم البته این مسجد خدا خواهد آباد کنیم در آبادی مسجد هممون کمری همت بنده وقت موزیک از من بعد حدیث های ضروری برای شما بگم من بنا الله مسجدا یذکر فیه اسم الله بنا الله له بیتا فی الجنه کسی که میگه یک مسجد میسازد برای چی؟ ذکر کرده شد در همون نامی که الله قومات اومدن نماز خونن قومات در وقت طاعت عبادت کنن گفت خدای تعالی در جنت مخصوص خانه بیناش میکنه قصر برای شما بینا میکنن الله به عوض که در این دنیا مسجد میسازی او قصد از کن او قصد چی میگه دوامی حدیث نه ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر او سمگالی در چشم مشاهدهش نکرده او قصد او خون نرم حتی اینکه گوشا شنیدگی نیست او خون نرم حتی که دلی که در خاطر میاری که چه خیل باشد او خیل نیست نگرد او خونه که در جنت میسازد یک گیشتش ایت الله عزیزانی من یک گیشتش لقره خاک جنت ندانی خدا خواهد سوره الرحمن خون اذا وقعت الواقعه تفسیراش خون از جنت با خبر میشه همین که خونه است که از بیرون درونش ببینی از درون بیرونش ببینی همین که خونه است چون هر گلیم هست کاری گلیم شما مشبه دوبای ها دیگر از سمرکن گلیم آورده با همه یک زیارت برود که فلان مسجد نه گلیم سمرکن آورده یک بینیمش این دم شمه گله در کشی گلیم های الله که برای شما می اندازه خدا خواهد الله سبحانه تعالی با عوض این خدا خواهد شما در 100 باغ ندید که هر یک باغش از این دنیا کلو خود جنت نامش باغ است برادران جنت گفتگیم باغ یا باقی کسی هست به خزان است اونجا در تیرانگان است زمستون نمیشه هواش یک شد است اونجا در میواش خدا خواهد خوش نمیشود اونجا در شما 33 ساله میشوی 33 ساله اونجا در جوانی های پیری نیست پیر نمیشه در جنت در جنت شادی غم نیست غم نمیخینید در اونجا آسر نمیخینید رسیه کود یا کود برم و رزق مبیار نه رزق که در کشک تیاره از خواستان میگه که انسان اگر میگه خواهد یک سیب خور شود بینه ولی ما سیب برای خوردن چکار نکنیم چند که زحمت بکشیم بالاش میگوی آن میکنیش میفراریش میشویش پوستش بکنی میگردیش میخواهش کتش میکنی میشه 7-8 عمل کردی او شیرینی سیبا میدانی و این سیبا در لوا که میاره خودش آوشیده
نمیدرویم. حتی خواهدم برای بنده مهنت بده نمیخواهشم. این درمان خدا برای ما شما اسیاب کرده است. گذاری دنیا خواهدم عیدش نکه خدا خد یک مانده خدا خد چکا میکنیم میده رو برک میکنیم. آشخزان دیگه ای کار برو بدهیم. اینجا آشخزان دیگه کار نمیبراید. اونجا هرگز پیر نمیشه شما عزیزان. من این دنیا چی هست؟ برای چه دنیا 4 روزه بگم تو ببین 4 روز است دنیا. درست می؟ 4 تا 20 است. 20 40 60 80. بعضیا 5 روزه بگنش 100. یک اصل عمر داریم که خلاص. همین هم با 20 روزش کودکی بگذارم 20 سالش خونه میکنی زن میکنی بچه میکنی. ولی 20 سال دیگر دیده که خدا خواهد پیری سر شده. ولی 20 سال دیگرش دوای چی با همین آخرت سر میشه. میمون سهره نمیخواه عمر ببینیم خدا خواهد. همین عمرم دم انشاءالله خدا خواهد چکا کن طاعت عبادت کرگی نکن. همین عمرم در خدا صرف نکن. در عبادت مسجد صرف نکن انشاءالله خدا خواهد. در آبادی خانه خدا صرف کن. من برای مسجد بیا پیغمبری بزرگ چی میگم؟ این فی المسجد اوتاد الملائکة جلساؤهم إن غابوا فيفتقدونهم وإن مرضوا أعادهم وإذا كان في حاجتهم أعانوهم. البته میگد در مسجد میگم میخواه است. من خانه ما شما با مه قرار میگیرد. همین مسجد نمیگد میخواه است. میخواه مسجد انسان ها بوده است. ما شما میخی همین مسجد. و جلساهم همشینای شما کی هست؟ فرشته ها هستند. شما با فرشته ها یک جایه میشینید میگد. این فرشته ها چکا میکنید؟ این غابو یفتقدون. اگر مبادا مسجد نیایی جستجو کرده میرفته این جا شد. این نماز پیشین امروز نامد و فرشته ها از کفات کافتر میرفته. و این میگه مرضو فعادو مبادا کسا شیخ خانه میرفتیم فرشته ها. این دوستی خدا بجا شد. چه امروز نماز عصر نامد. چه نماز شام نامد. رفته یوردن میکرد از یکی بیماری. و این کان فی حاجتی مبادا اگر یکان سرطن مصیبت حاجت رسیدگی باشد یوردن میکرد. اگر مبادا دیوال داشته باشی فرشته ها برو کتی دیوال میکنن. قوت پیدا میکنن الله سبحانه و تعالی. این کار تیز میشه. یا که یک دوستاش در دل میاندازن الله سبحانه و تعالی میگه کسی که اینه حدیث پیغمبر است کسی که میگه قدم به سوی الله میزند به سوی خلافت اشخاری به سوی عزیزی طاعت عبادت میشود به پدر پدردارت میکند به مادر مادردارت میکند به اکا و دادر اکا دادردارت میکند. یعنی خدا داریم. اما بعضی جوانها در حیاتم من ندیدم در حیاتم لیکن از اکم بالا هست. از حیاتم ندیدم بعضی آدم ها را خدا از برادرم بالا هست. خدا میگه هم تر که هیچ محتاج نمیشه. دایم فرشته در خدمت ما شما بدیم. خدا میگه ما چی؟ خدمتی که نکنیم الله کنیم. چون که خانه خدا را که آباد کنی خدا خواهد دو دنیا آباد میشود. این دنیا هم انشاءالله خدا خواهد آخرت هم. خدا به پول دارد میکند به مال دارد میکند به چیز دارد میکند. خدا در دل یک برادر میاندازد در خیال نیست آورده میتید. خدا همچنین خدا